سلام تماشاگران شبکه اگروتک تیجی، با شما من یوسف عزیزوف. امروز من با شما درباره یک سازشنامه درباره مهاجرتی مهنتی صحبت میکنم و خواهش آن را دارم که لایک ماندن را فراموش نکنید تا این نوار دسترسی دیگران نیز گردد. تاجیکستان یاد دارد تا 5 سال دیگر راه مهاجران را به بازار کاری قطر باز کند. این امکان پس از امضای سازشنامه میان تاجیکستان و قطر درباره تنظیم نیروهای کاری فراهم شده است. سازشنامه که حدوداً 3 سال باز از طرف جانب‌ها بررسی می‌شد، روز 3 فوریه در شهر دوحه، پایتخت قطر، میان سمنگل تقای‌زاده، وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان و همتای قطریش یوسف بن محمد العثمان فخرو به امضا رسید. قطر در سرمایه‌گذاری چندین لایحه‌های مهم در تاجیکستان از جمله ساختمان بزرگترین مسجد در آسیای مرکزی و ساختمان مجمع دیاری دوشنبه سهم دارد. نورالله محمدالله‌زاده، معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، در صحبت با خبرنگاران سازشنامه را برای انتقال کارجویان تاجیک به قطر و دریافت بازاری نوی کاری مهم ارزیابی کرد. او گفت در این سمت بعضی رسمیات باقی مانده است که به زودی حل می شود. تا ماهای می ایونی همین سال امیدواریم رسمیات داخلی انجام یافته کاری عملا سر می شود، افزود او. بهرام صمدوف، یک مسئول وزارت، گفت منظور از رسمیات داخلی دولتی تصویب سازشنامه در پارلمان‌های دو کشور است. او افزود جلب کارگران نه از طریق شرکت‌های خصوصی بلکه توسط آژانسی تامین کار در وزارت مهنت و بر اساس تقاضای کاردهندگان قطر راه اندازی می شود. نورالله محمدالله‌زاده، معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، در نظر از شهروندان در اساس شرطنامه بین کارگر و کارفرما که طبق قانون قطر عاید به مهنت تنظیم می گردد کار و فعالیت نمایند. قطر درخواست‌های خود را برای قبول مهاجران پیشنهاد می کند. ما می بینیم و بر اساس آن شهروندان را آماده کرده می فرستیم، گفت او. به قول او در سازشنامه همچنین پیشبینی شده است قبل از سفر مهاجران کاری تاجیک با مساعدت کارفرمای قطری زبان عربی می آموزند و افزود سازشنامه تنها انتقال کارگران را از تاجیکستان به قطر پیشبینی کرده است و قبول مهاجران از این کشور عربی در نظر نیست. در سازشنامه مذکور از پرداخت حق راهگیرا تا سوغورته، تامین جای خواب، شرایط خوب کاری و در حالت مجروح شدن و یا فوتیدن کارگر جبران پولی از طرف کارفرما پیش بینی گردیده است. بر اساس سازشنامه کارده به شهروندان تاجیکستان با پول خود بلیط هواپیما می‌خرند. ساکنان ما طی 3 ماه در آنجا دوره آزمایشی سنجشی را می‌گذرند. اگر موافق بود فعالیتشان را ادامه می‌دهند وگرنه به تاجیکستان فرستاده خواهند شد. از این رو جانب قطر کواتا پیش بینی نکرده و گفت بر اساس شماره متخصصانی که جانب تاجیکستان پیشنهاد میکند اکتفا خواهد کرد. ولی برخی از تاجیکانی که تجربه کار و مهاجرت در قطر را دارند میگویند که کار در این کشور چندان آسان نیست و پیش از سفر خواهشمندان باید این ویژگی‌ها ها را به نظر گیرند. محمدالله‌زاده قید نمود که قطر یکی از مملکت‌های پیشرفته به حساب می‌رود و قطعاً به این کشور مهاجران غیرقانونی را راه داده نمی‌شوند و همه حقوق‌های مهاجران قانونی قطعاً رعایت کرده می‌شود. کارفرمایانی که غیر قانونی از مهنت مهاجران مهنتی استفاده می‌برند جزاهای سخت‌ترین انتظار است و از همین سبب قانون ویرانکنی از طرف کارفرمایان در این کشور دیده نمی‌شود، گفت محمدالله‌زاده. در سال 2022 قطر میزبان جام جهانی فوتبال است. در این مدت در قطر باید ورزشگاه و مهمانخانه‌ها و انشاءات زیاد زیرساختاری بنیاد شود. مسئولین وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی نیز میگویند هدف دارند در برابر دیگر نمود خدمت‌رسانی‌ها متخصصان و کارگران تاجیک را در اجرای طرح‌های قطر برای برگزاری بازی‌های جام جهانی فوتبال نیز جلب نمایند. این چنین محمدالله‌زاده قید نمود. در حال حاضر مهاجران مهنتی کشور در اساس شرطنامه‌های طرفین به ترکیه و پارسا فرستاده می‌شوند. در برابر همین کشور روسیه در امروز یکی از کشورهای اساسی قبول کننده مهاجران کاری تاجیک به حساب می‌رود. و امروزها شرایط یک مردی کاران تاجیک در روسیه نسبت سالهای گذشته خیلی خوب شده است و بسیاری مردی کاران تاجیک در اساس قانونهای روسیه با داشتن پتانت کاری فعالیت دارند. برای بهتر کردن شرایط کار و زندگی مهاجران امضای یک چند سازشنامه‌های دیگر در نظر است.
محمد لازاده گفت که قسمی از مهاجران مهنتی تاجیک قانون‌های مهاجرتی این کشور را ویران کرده غیر قانونی در روسیه قرار دارند و ما با همتایان روسیگی با یکجایگی کارها پیش بردنیم که تا فعالیت و زندگی این مهاجران را قانونی کنیم. درباره نفقه مهاجران مهنتی او قید نمود که لایحه یکجایی میان حکومت تاجیکستان و روسیه درباره تامین نفقه شهروندان طرفین در مملکت‌هایی که کار می‌کنند علل خصوص برای مهاجران مهنتی تیار کرده شده است و گروه‌های کاری طرفین این لایحه را سنجیده ایستاده‌اند و نصیب باشد روزهای نزدیک به امضا می‌رسد. موافق معلومات وزارت مهنت شماره مهاجران مهنتی نسبت سال 2017 در سال 2018 15% کم شده است. سال 2018 در اساس ورقه‌های مهاجری با مهاجرت مهنتی 485,000 شهروندان تاجیکستان از جمله 420,000 مرد و 65,000 زن رفتند. این چنین سال گذشته به وطن 425,000 مهاجر مهنتی بازگشتند که 3% بازگشت نسبت سال 2017 زیاد میباشد. کارشناسان میگویند باز شدن راه‌های مهاجرت کاری به قطر که یکی از کشورهای ثروتمند و نیازمند به نیروی کاری به حساب می‌رود تا حد وابستگی مهاجران تاجیک را از روسیه کم خواهد کرد. روسیه کشور اصلی کار و درآمدی مهاجران تاجیک به حساب می‌رود و تخمیناً 1 میلیون شهروند تاجیکستان در آن کشور کار و فعالیت می‌کنند. عبدالله قادری کارشناس تاجیک که مهاجرت کاری را آموخته است می‌گوید با وجود آنکه کار برای مهاجران تاجیک در قطر آسان نخواهد بود اما در شرایط فعلی تاجیکستان را ضرور است از نظام یک قطبی مهاجرتی کاری به نظام چند قطبی تبدیل گردد. او ابراز داشت که با توجه به اقلیم، باد و هوا و ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی برای تاجیکان کار در قطر چندان آسان نیست. باید به مسئله تحصیل عقیده و مذهب‌های دیگر در این کشور دقت مخصوص داده شود که مهاجران به هر گروه‌ها نپیوندند. مسئله حمایه نقض حقوق و سطح زباندانی مهاجران نیز باید به نظر گرفته شود. در قدم اول مهاجران ما می توانند در بخش ساختمان رانندگی کار کنند. افزود عبدالله قادری. سرمایه قطر در اقتصاد تاجیکستان. دیار دوشنبه یکی از طرح‌های مهم اقتصاد قطر در تاجیکستان می باشد. قطر از کشورهای خرد ثروتمند عرب از تاجیکستان 2400 کیلومتر دور است. تاجیکستان و قطر در کشورهای یکدیگر سفارت دارند. مناسبت‌های دیپلماتی میان تاجیکستان و قطر سال 1994 برقرار شد. نخستین سفر پرزیدنت تاجیکستان به قطر ماه می سال 2007 صورت گرفته است. قطر در سرمایه‌گذاری چندین لایحه‌های مهم در تاجیکستان از جمله ساختمان بزرگترین مسجد در آسیای مرکزی و ساختمان مجمع دیار دوشنبه سهم دارد. تفوق بر راه ماندن مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان به قطر ماه فوریه سال 2017 در دایره سفر رسمی پرزیدنت امام علی رحمان به این کشور حاصل شده است. آن زمان میان دو دولت در مجموع 8 سند همکاری به امضا شده. موضوع انتقال نیروهای کاری تاجیکستان به این کشور یکی از تفاوقات اصلی بود. کشورهای دیگری که این مقامات تاجیکستان میخواهند همچون آلترناتیو مهاجرت کاری تاجیکان استفاده برند کره جنوبی و امارات متحده عرب هستند. به اطلاع مسئولین وزارت مهنت سازشنامه انتقال مهاجران کاری میان تاجیکستان و امارات متحده عرب به امضا رسیده است. سازشنامه میان تاجیکستان و کره جنوبی در سمت مهاجرت مهنتی تا حال به امضا نرسیده است. مسئولین وزارت مهنت ابراز داشتند که بعد موافقه سازشنامه مذکور در وزارت اداره‌های کشور آن به جانب کره جنوبی ارسال شده و حالا مقامات کشور پاسخ این کشور را انتظارند. سالانه صدها هزار شهروند تاجیکستان برای پیدا کردن کار به خارج می روند. به بازار کاری تاجیکستان سالانه 40,000 نفر اضافه می شود و بیشتر از 60% اهالی کشور مردم قابل کار به حساب می روند. تا سال 2016 تقریبا 6 میلیون نفر از اهالی کشور قابل کار بودند و بسیاری از آنها جوانان هستند که در اساس معیارهای بین المللی ثروت بی‌بها به حساب می روند. در آخر به کانال اگروتک تیجی آبونه و لایک موندن را فراموش نکنید. با ما باشید.